یه جدولی از پیشبینی قیمت دلار در دو سناریو، در سناریو تحریم یا غیر تحریم. یه کارشناس خیلی درجه یکی در سازمان مدیریت چند سال پیش منتشر کرد، خلاصه کلی سرش داد و بیداد کردن و توبیخش کردن و بعد تکذیب کردن و گفتن نه این اصلا یه جدول معروفی همتون دارید، میدونم اون جدول رو میتونید سرچ بکنید پیدا بکنید. برای امسال یعنی سال 1403 70,000 تومان برای دلار پیش بینی کرده بود که همین الان که من خدمت شما هستم نشون میده که پس پیش بینیش خیلی هم بیرا نبوده. حالا همین پیش بینی برای سال 1404 چقدر بوده؟ 110,000 تومان. یعنی اگه این پیش بینیش که تا حالا درست در اومده تو شرایط تحریم همینجوری ادامه پیدا بکنه، سال دیگه بعد شما منتظر مثلا دلار 110,000 تومانی باشید. و برای سال 1405 178,000 تومان و برای سال 1406 284,000 تومان. اول که این در اومد خیلی به نظر ترسناک و وحشتناک میاد، ولی الان که 2-3 سالش رو تجربه کردیم دیگه داریم یواش یواش میپذیریم و قبول میکنیم، داره جا میفته برامون که نه پس اینا یواش یواش اتفاق میفته. خب پس این رو در نظر داشته باشید که قیمت جهانی حداقل جمع کل پیش بینی ها خیلی نشون دهنده جریان کاهشی قیمت جهانی نیست و نشونه حتی یه مقداری افزایشه. دلار هم که در ایران افزایش پیدا میکنه، پس بنابراین طلا همچنان به عنوان یک گزینه خوب برای سرمایه گذاری مطرحه.